خب سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخواستم بهتون آموزش بدم که چطوری میتونید از اخطار has stop working GTA عبور کنید. خب شما اول باید مطمئن بشید که GTA تون حداقل 60 گیگابایت و نیم 60 گیگابایت رو بخشید 600 مگابایت باشه. از این به مطمئن باشید. خب بعدش بیایم وارد کنترل پنل بشه. دو تا روشه. ویندوز فایروال وارد ویندوز فایروال بشید. ادوانسد ستینگ اینجا یه دونه نیو بزنید. اینجا دست نزنید. اینجا لانچر که پسوند EXE داره. بعدش نکست و بعدش نکست. بعدش بلاک کانکشن. بعد اینجا نکست. بعد یه اسم انتخاب کنید فینیش. خب بعد ادوانس این کارم واسه گزینه پایینش هم انجام بدید. خب بعدش که این کار رو انجام دادید بیاید توی انویدیا کنترل پنل بیاید توی این قسمت اینجا ادو بزنید. اد این گزینه و دوباره لانچر رو بزنید. بعدش این کارو کردید اینجا اینو بزنید و روی این گزینه بذاریدش روی این گزینه. بعد که همه این کارا رو کردید وقتی که خواستید وارد بازی بشید اینجوری وارد بازی بشید. ببینید روی لانچر اینجا روی این بعد از روی این بازی رو اجرا کنید. خودش همه چیز رو فراهم میکنه و دیگه بازیتون اخطار has stop working نمیده. خب امیدوارم لذت برده باشید از این ویدیو. نظرم یادتون نره. اگه مشکل دیگه هم داشتید بپرسید. خب تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.